اما محمد رو نمیشناسی. صلی الله علیه و آله. اون سلطان دو جهانه. خیلی پول داره؟ بعضی شبا گشنه میخوابید، به لباسش وصله میزد، شکم خودشو با چند تا خرما و شیر سیر میکرد. چرا بهش سلطان میگی؟ چیزی که نداشت، شکمش هم که نمیتونه سیر کنه. به خاطر فقر نبود جرکوته، به خاطر بخشش بود. به خاطر بخشش. سلطنت واقعی در قلب انسان هست. سلطان واقعی به قلب ها حکومت می کند. فتح واقعی هم باز کردن قفل قلب هاست. اون چنین سلطانی بود، مهربان بود، اون خوشقلب بود، نگران امتش بود. اون بچه ها را خیلی دوست می داشت.